سلام، به بخش خبری ساعت 8 خوش آمدید. لحظه شماری عاشقان سید و سالار شهیدان در طریق القدس برای رسیدن به طریق الحسین برای رسیدن به کربلای معلی 4 روز مانده به اربعین. ستاد مرکزی اربعین: زائران مدت سفر خود را کوتاه کنند. ما به الحمدلله یک وضعیت بسیار خوبی رو داریم در مرزهامون، هم برای رفت هم برای برگشت. بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت 14 به روز آخر رسید. نمایندگان ملت پس از بررسی برنامه‌های 2 وزیر باقی مانده نیرو و ورزش برای تعیین تکلیف تک تک وزرای پیشنهادی رأی‌گیری می‌کنند. و 2 نشان طلا و 2 برنز حاصل تلاش فرنگیکاران نوجوان ایران در دومین روز پیکارهای قهرمانی جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بینندگان محترم، به بخش خبری ساعت 8 خوش آمدید. 28 نفر از اتباع پاکستان در سانحه واژگونی اتوبوس در دهشیر استان یزد جان باختند. به گفته مدیر کل مدیریت بحران استان یزد، این حادثه برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این سانحه ارتباط ما همینک برقرار هست با مدیر کل مدیریت بحران استان یزد، آقای ملکزاده. سلام، در خصوص جزئیات این حادثه بفرمایید. حال زخمی ها چطور هست و روند درمانیشون به چه صورت؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. طبق گزارش قبلی که من خدمت عرض کردم، آخرین وضعیت 20 مصدومی که در این حادثه داشتیم، خوشبختانه 6 نفر از این مصدومین مرخص شدند و در حال 7 نفر هم تحت عمل جراحی هستند. 3 نفر وضعیتشون به حال 3 نفر خانم هستند که اونها هم کم از توضیحات شما آقای ملکزاده، مدیر کل مدیریت بحران استان یزد. روز آخر بررسی ارزی هم اتفاق افتاد. با روندی که داره خرید گندم انجام میگیره، امسال بیش از 12 میلیون تن گندم خرید خواهیم کرد. 8 ماه 9 ماه خرج کردم، الان 2 ماه گندم دادم تحویل، پول گندم به من نمیدین. تامین منابعی که در نظر گرفته بودن کمتر از اون چیزی بود که گندم داریم میخریم. 94 همت، بیش از 94 همت تا الان پرداخت شده. آخرین پیگیری‌هایی رو که بنده داشتم 40 همت دیگه انشالله به امید خدا غریب پرداخت خواهد شد. یعنی و تا پایان شهریور بر اساس قانونی که در بودجه سال 403 اومده، به امید خدا دولت باید همه مطالبات و بدیه‌های خودش رو و مطالبات گندمکاران رو به صورت 100% باید پرداخت. از قیمت تضمینی گندم خبری نیست. دولت باید قبل از کش قیمت تضمینی گندم رو اعلام بکنه. شورای قیمت گذاری هم برگزار میشه حتما در همین بله. زودی ها. به امید خدا قیمت جدید رو اعلام میکنیم قبل از اینکه فصل کشت برسه. خود رو به موقع به ما نمیدن، با تأخیر میدن. سهمیه ما کمتر به ما کوت میدن. وزیر جهاد کشاورزی در خصوص کوت هم به کشاورزان اطمینان داد. الان بیش از 450,000 تن ما کود فسفات، پتاس و ازوته رو به هر حال ما تامین کردیم و روزانه چیزی نزدیک به 7,000 تن کود ازوته داره حمل میشه. هیچ دغدغه‌ای کشاورزان عزیز هم در مورد بذر و هم در مورد انواع سم و کود نداشته باشن. هر روز 5 الی 6 ساعت دارن برق موتورپمپ‌های کشاورزی رو قطع میکنن. پیگیری‌هایی رو انجام دادیم. کمبود تولید انرژی و به هر حال ناترازی این اجازه رو نمیده به وزارت نیرو که بتونه تامین بکنه. در چاهای کشاورزی ما تا جای پیگیری کردیم که وزارت نیرو گفتیم برق چاهای کشاورزی رو قطع نکنید، برق روستاها رو قطع کن. علیرضا شاکتی، خبرگزاری صدا و سیما.
طریق الحسین مملو از عاشقانی است که برای رسیدن به کربلای معلی لحظه شماری می کنند. تا کنون بیش از 2,600,000 زائر از مرزهای ششگانه غربی خود را به همایش عظیم پیاده روی اربعین رساندند. همزمان با خروج از مرزها موج بازگشت زوار به کشور هم سرعت گرفته. ستاد مرکزی اربعین اعلام کرده نیمی از زائران به کشور بازگشتند. مرز مهران همچنان پر رفت و آمدترین مرز اربعینی کشور است. ستاد مرکزی اربعین از زائران خواسته مدت سفر خود را کوتاه کنند و بازگشت خود را به روزهای پایانی موکول نکنند. بینندگان محترم، تصاویری که ملاحظه می‌کنید تصاویر زنده از تردد زائران اربعین حسینی از مرز مهران هستش که همینک تقدیم حضورتون میشه و این هم مرز شلمچه هستش که باز هم در کمال آرامش و با راحتی و نظم زائران در حال تردد هستند. اما مسیرهای پیاده‌روی اربعین مملو و زائرانی است که می‌کوشند خودشان را به همایش عظیم اربعین حسینی در کربلا برسانند. در این میان جمع زیادی از زائران خانوادگی پا به مسیر گذاشتند. چند روز است که در این مسیر قدم برمی‌دارند. دو روز تو راهیم، نجف بودیم، اومدیم پیاده روی. 5 روز تو راهیم. به عشق خاندان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قدم برمی‌دارند. جاذبه‌ای که امام حسین داره ما رو کشون که با خانواده بیایم تو این مسیر. امام حسین کشته شد برای دین، برای اسلام، ما هم جونمون رو میدیم برای امام حسین. و میگویند فرزندانشان را حسینی وار و در مکتب حسینی بزرگ میکنند. بالا میریم کربلا، میریم زیارت برای امام حسین. تصمیم گرفتیم خانوادگی بیایم تا درسی باشه برای فرزندانمون. راه و این خط و یاد بگیره برای اربعین انشالله تو این مسیر حرکت بکنه. دوست داشتم بیام حرم امام حسین به عشق امام حسین. اون صبر و بردباری و تلاش رو یاد بگیرن در این مسیر. تو این مسیر هیچ چیز جز زیبایی نیستش و سختی هایی هم که تو این مسیر هست همش زیباییه. و هم سختی هایی که امام حسین حضرت زهرا فاطمه سختی کشیدن من باید بکشم. این بچه خسته نمیشه، ما باهاش هستیم در این مسیر. پذیرایی خیلی خوبه، به ما شیر میدن. از الان باید یاد بگیره امام حسین رو دوست داشته باشه. مرضیه فلاح نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، کربلای معلی. وزیر کشور در بازدید از مرز مهران گفت در مرزهای مختلف کشور شرایط برای رفت و برگشت آسان زائران حسینی مناسب است و تردد به سهولت انجام می شود. ما در مرز مهران هستیم و شاهد یک هیجان خیلی زیادی هستیم. هم مردم عزیزی که عازم هستند و دارن میرن، زائران عزیز، و هم زائران عزیزی که زیارت کردن و دارن برمیگردن. ما به الحمدلله یک وضعیت بسیار خوبی رو داریم در مرزهامون، هم برای رفت هم برای برگشت. چه عزیزانی که الان دارن میرن و اونهایی که برمیگردن در کمال سهولت و راحتی و آرامش دارن حرکتشون رو انجام میدن و همه چیز به الحمدلله از یک نظم بسیار خوب و سرعت لازم برخوردار هست. ما هم در داخل مرز خودمون یک چنین وضعی حاکمه، هم به الحمدلله با هماهنگی که انجام شده عزیزان ما در عراق هم کارهای بسیار خوبی انجام دادن. دولت عراق، وزیر کشور عراق کارهای بسیار ارزشمندی صورت گرفته. بازدیدی داشتیم از نجف، کربلا، کاظمین و سامرا و اونجا هم از نزدیک همه موضوعات رو بررسی کردیم. به الحمدلله همه زوار عزیزی که ما ملاقات کردیم و زیارتشون کردیم به الحمدلله رضایت خوبی داشتند.
اما آنطور که سازمان هواشناسی پیش بینی کرده دمای هوا در مرزهای غربی و جنوبی کشور امروز کاهش می‌یابد. برای اطلاع از جزئیات وضعیت جوی همراه میشیم با کارشناس هواشناسی آقای زرابی. سلام بر شما، بفرمایید. به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان محترم. خب دمای هوا در نیمه شمالی کشور به ویژه نوار شمالی کشور همونطور که در گزارش‌های قبل هم داشتیم امروز و فردا قدری افزایشیه، ولی در بخش مرکزی نیمه جنوبی کشورمون ماندگاری هوای گرم حتی برخی نقاط قدری از میزان دمای هوا هم کاسته خواهد شد. حالا اگه نگاهی هم داشته باشیم به دمای هوا در گذرگاه‌های مرزی، همونطور که ملاحظه می‌کنید دیگه از دمای 50 درجه خبری نیست. مهران، چذابه، شلمچه دمای 47 تا 48 رو دارن. حالا باشماق و تمرچین با 10 تا 13 درجه کاهش دماشون بین 34 تا 35 درجه در نوسان خواهد بود. خسروی هم دمای 44 درجه خواهد داشت. فقط در مرز خسروی، مرز مهران با توجه به افزایش سرعت وزش باد بر روی عراق کاهش کیفیت هوا رو میتونیم در این دو مرز داشته باشیم. هموطنان عزیز در هنگام تردد حتما از ماسک استفاده کنن. کربلا و نجف هم همونطور که ملاحظه می‌فرمایید در گرمترین ساعات ظهر امروز دماشون به 47 درجه خواهد رسید. و اما آخرین تصویر دریافتی از ماهواره هواشناسی بعد از ظهر امروز دیگه هوا به این صافی نخواهد بود. قطعاً با رشد ابرهای همرفتی رگبار و رعدبرق رو در جنوب سیستان و بلوچستان، در ارتفاعات جنوبی کرمان، در استان‌های هرمزگان و فارس پیش رو خواهیم داشت. حتی بخش‌های جنوبی استان یزد هشدار سطح نارنجی ما مبنی بر سیلاب و آب گرفتگی برای بخش‌های مرکزی و به ویژه نیمه جنوبی استان فارس، بخش‌های جنوبی و غربی استان کرمان، بخش‌هایی از استان هرمزگان و همینطور منطقه جنوبی استان یزد برای امروز خواهد بود. قدری ضعیف‌تر در جنوب سیستان و بلوچستان، مناطقی از بوشهر و کوهگیلوی بوی رحمت هم بارندگی داریم. توصیه اکیدمون به هموطنان عزیز در این مناطق اینه که از رفتن به ارتفاعات از شرای دام در حاشیه رودخونه‌های فصلی جداً خودداری کنن که خدای نکرده با مشکلی مواجه نشن به خاطر سیلاب و آب گرفتگی که میتونه پیش رو باشه. و همینطور خلیج فارس، یا هرمز، دریای عمان هم آب‌های مواج و متلاطم داره. ممنون از همراهیتون.